اون چیزی که منو میسوزونه آقای عبدی اصلا آقای احمدی اصلا این بحثا نیست. این بحثا رو که ما تو دانشگاه میتونیم بکنیم. نکته اینه که آقا زندگی ما نابود شد، جامعه نابود شد، نسلی تباه شد، چندین نسل تباه شده. چه فایده ای داره این کارهایی که شما دارید میکنید؟ چه چیزی به این جامعه اضافه میکنه؟ اصلا زندگی به این شکلی نیست. اصلا ما نفهمیدیم که بابا بنیان مدرنیته نهیلیسم عمیق انسانی بوده که آخه جهان بی‌معنای صدقه همین که هستیم ما به درست زندگی کنیم تا وقتی که هستیم آمدیم زندگی کردیم و مردیم. اینو درست بفهمیم. همین حداقل رو در نظام سیاسی ما، در نیروهای سیاسی ما نمیفهمن. این مردم چیزی نمیخوان، بابا میخوان عادی زندگی کنن. یه چیز ابتداییه. یه خونه، یه ماشین، کی اومد به دنیا و خونه و ماشین بهش نمیتونن بدن الان؟ یه خونه و ماشین ازدواجی بکنن، تاش تا بچه پس بدازن، رو قبرمون هم که می‌نویسن با کام یا ناکام، یعنی کل کام تو این عالم بره با شده خانواده. این که چیز عجیبی نیست.